سواد و کم نظر. اون که شیخ است، استاد است در مکتب، و هم کم سواد و کم نظر، از مقام او نداد او را خبر. یعنی استاد در صنف خود شاگرد خود را از مرتبه و مقام اسلامیش او را خبر نداد که بچه فرزندم، برادرم، تو مسلمان هستی. عقیدت، فکرت، نظریت، ارزش‌ها اینها هستند. الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب. مرگ او پلی است که یک عاشق را به عاشق دیگری وصل می سازه. اونهایی که رمز مرگ را دانسته بودن و پروانوار به طرف آتش می شتافتن و خود را می سوزاندن که ما اونها را فدایان می گفتیم، لیکن یک قسمت زیاد مردم امو اصطلاح دشمن را دربارهشان تکرار می کردن، می گفتن انتحاریان. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. در عجم گردیدم و هم در عرب، مصطفی نایاب ارزان بولهب. این مسلمان زاده روشن دماغ، یعنی که خود را روشن فکر میگه، این مسلمان زاده روشن دماغ، ظلمت آباد زمیرش بیچراغ. خود را روشن دماغ میگه اما زمیرش تاریک، چراغ از نور الهی در اون نیست، چراغ از قرآن در اون نیست، چراغ از سنت نبوی در اون نیست.